صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب استر، 17مین قسمت از تورات مقدس. خداوندا، در این ساعت قلب و وجود خود را تسلیم تو می کنیم و از تو استدعا می کنیم که چشمان ما را بگشا تا حین مطالعه کلامت دست و قدرت تو را ملاحظه کرده و دریابیم که امروز نیز توی خداوند در زندگی ما مشغول به کار هستی. امروز رحمت تو بر ما افزون است. امروز تو صبر کردی تا ما به درگاه تو بیاییم و از گناهان خود دست بکشیم و در ملکوت تو شریک و سهیم شویم. خداوندا، به ما حکمت و بصیرت روحانی عطا کن. به ما معرفت عطا کن. به ما نیرو بده تا امروز طریق تو را یافته و در آن زندگی کنیم. این دعا را به نام آنکه شایسته است، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، حقجویان گرامی و طالبان محبت خدا و تشنگان حق، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. دعا می کنم که قلب هاتون از نور خدا منور و از شادی و سرور خداوندی لبریز بوده و بتوانید با اعتماد و ایمان به خداوند در این دنیا در مقابل همه سختی ها مقاومت کنید و با قدرت خدا پیروز شوید. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 17مین قسمت یعنی کتاب استر بگشایید تا فصل 9 و 10 را که پایان بخش این کتاب تاریخی نیز می باشد مطالعه کنیم و با کمک خدا در برنامه فردا زندگی یکی از استثنایی ترین مردان خدا یعنی حضرت ایوب رو مورد توجه و تفکر و تعمق قرار بدهیم. احیانا اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن می باشید، میتونید برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس رو در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در شهر همدان یا اکباتان و در نزدیکی میدان بوعلی سینا خانه بسیار قدیمی و متروکی وجود دارد که مقبره شخصیتی بسیار معروف در دوره هخامنشی و از گرامی ترین بانویی است که در تاریخ قوم یهود نامش به ثبت رسیده است. این مقبره آرامگاه استر و عموی او مردخای می باشد که در زمان اخشورش پادشاه هخامنشی حادثه آفریدند و با نوع زندگی و اعمالشون نام خود را در تاریخ بشریت برای همیشه به ثبت رسانیدند. استر دختر یهودی نژاد بود که پدر و مادرش در حین اسارت در بابل این عالم را ترک می‌کنند و مردخای عموی او را به عنوان دختر خود بزرگ می‌کنه و سرپرستی او را به عهده می‌گیرد. یهودیان پس از اینکه کوروش کبیر بابل رو تسخیر می‌کنه از اسارت بابلی‌ها آزاد میشن، زیرا کوروش فرمان اولین منشور آزادی بشر را صادر می‌کنه و یهودیان از این آزادی خدادادی استفاده کرده و گروهی از آنان به سرزمین اورشلیم و یا اسرائیل برمیگردند. ولی بسیاری از آنها میل بازگشت و رغبت برای برگشتن به شهر اورشلیم را نداشتند، زیرا اسرائیل متروک و تبدیل به ویرانه شده بود. و چون کوروش کبیر و بعداً داریوش کبیر و بعضی از بزرگان دیگر از رؤسای یهود رو در دربار خود نگاه می داشتند و از آنها استفاده می کردند، از جمله دانیال نبی که هنوز مقبرش در شهر شوش می باشد، یهودیان دیگر نگرانی نبودند که پادشاهان هخامنشی آنان را آزار برسونه. گروه زیادی از یهودیان نیز در نتیجه به شهر شوش و همدان یا اکباتان که پایتخت زمستانی و تابستانی پادشاهان هخامنشی بود مهاجرت می کنند و در آنجا سکنا می گزینند. و مردخای همراه با دختر خانده‌اش استر به شهر شوش میرن و در آنجا زندگی تازه‌ای را آغاز میکنن. کتاب استر شرح حال وقایعی است که بر سر مردخای و استر در شهر شوش آمده است، اما فقط
بیان داستان تاریخی نیست، و یا بهتر بگم فقط شرح حال یک واقعه تاریخی که در کشور عزیزمون به وقوع پیوسته نمی باشه. اگر نه این کتاب در تورات جایی نمی گرفت، بلکه سخن از فداکاری و جانبازی است. سخن از اعتقاد داشتن و پایدار بودن در ایمان و صحبت از حاضر شدن برای رویارویی با مرگ به خاطر هممسلکان و فدا شدن به خاطر اعتقاد و ایمان. سخن از قدرت خداست. سخن از دست خدا در زندگی روزمره بنی نوع بشر می باشد. آری، خدا یکتا در زندگی استر که یک دختر یتیم بود آنچنان تغییراتی به وجود می آوره که به مقام ملکه بودن ایران می رسد. بر اثر وجود وزیر بسیار مغرور و خودخواهانه‌ای به نام ماهان، دستوری از دربار هخامنشی صادر می‌گردد که همه باید در برابر وزیر خاص شاه یعنی هامان حین عبور سجده کنند. اما مردخای که عموی استر بود از این امر ابا می‌ورزد، زیرا او همیشه معتقد به خدای واحد بود. او همیشه در دروازه قصر شاه می‌ایستاد تا اوضاع احوال رو زیر نظر داشته باشد، چون نگران برادرزادش استر بود. هیچ کس نمی‌دانست که استر ملکه هخامنشی یک یهودی میباشه و مردخای هم به او گفته بود که هیچ وقت این موضوع رو آشکار نکنه و برای همین بود که مردخای همیشه دور و بر قصر شاه میپلکید تا اگر خبری در این مورد میشنید یا شایعه میشنید فوراً استر رو آگاه کنید تا او را از خطر نجات بدهد. در نتیجه هامان نیز تقریباً هر روز مردخای رو میدید، ولی مردخای حاضر نبود که در برابر هامان وزیر سر سجده را فرود آورد و این امر برای وزیر بسیار مغرور خیلی گران بود. خشمگین میشه، حتی نمیتوانست دلیل عدم سجده مردخای را بفهمد، هرچند به او گفته بودند که چرا مردخای حاضر نیست سجده کنه چون او یک یهودی میباشه. هامان سعی میکنه که به هر ترتیبی شده او را از سر راهش بردارد. پیش پادشاه میره و میگوید که ای اخشورش پادشاه، تا ابد زنده باشی، ولی باید بگم که در میان این همین قوم ها و ولایت هایی که داری طایفه‌ای هستند که عامل شورش و نفاق در کشور میباشند و همیشه به ضرر پادشاه کار میکنند. حالا اگر پادشاه اجازه بده ما این طایفه را که عامل فساد در کشور عظیم تو هستند ای پادشاه نابود میکنیم و 1000 سکه نقره و طلا 10,000 سکه نقره به خزانه پادشاه میآوریم. اخشورش پادشاه هامان را خیلی دوست داشت و او را برتر از هر وزیر دیگری دانسته و به او اعتماد کاملی داشت. پس بدون آنکه در مورد این طایفه تحقیق کنه میگوید برو هرچی دلت میخواد به این طایفه بکن و نقره هم پیشکش خودت باد و اینم انگشتر شاه که مهر شاه روش هست و هرچی میخوای انجام بده. هامان میگیره حکم صادر میکنه و آن را به اسم پادشاه مهر میزنه و اجرا میکنه و در نتیجه حکم قتل همه یهودیان در سراسر خاک هخامنشی صادر می شود. دوستان عزیز، باید یادآور بشیم که در آن زمان اگر حکمی از طرف پادشاه صادر می شد هیچ کس نمی توانست آن را لغو کند مگر اینکه خود پادشاه حکم دیگری صادر کنه تا آن را باطل کند. هامان وزیر خوشحال میشه و به سرتاسر امپراتوری هخامنشی مکتوبات میفرسته تا در ماه آذر روز 13 همه یهودیان را در آن روز در هر کجا از امپراتوری هخامنشی هستند به قتل برسونند. وقتی مردخای از این خبر آگاه میشه لباس خود را پاره میکنه، خاکستر به سر میریزه و گریه تلخ میکنه و ماتم میگیره. او میدونه که علت این اتفاقی که پیش اومده، علت این حکم به خاطر خودش بوده، چون او حاضر نشده در برابر هامان سر تعظیم فرود بیاوره. پس خبر به استر میرسونه و به استر میگوید که ای استر، تو باید کاری بکنی تا این حکم برگرده، در غیر این صورت همه قوم یهود نابود میشن. اول استر حاضر نیست کاری بکنه، چون میگه که ای مردخای، اگر من پیش پادشاه همینطوری برم احتمال داره جان خود را از دست بدم. اما مردخای به استر یادآور میشه که فراموش نکن که خداوند تو را از یک یتیمی برگزیده تا به این مقام برسونی، تا برای کار خاصی برگزیده شدی تا انجام بدی. فراموش نکن که اگر تو این کار را نکنی خدا به هر حال قوم خود را از طریق دیگری نجات خواهد داد، ولی تو و خانوادت از بین خواهند رفت، زیرا حاضر نشدی کاری بکنی. استر میدانست که هر کاری بکنه احتمالاً با مرگ روبرو خواهد شد. میدانست که خدا او را از یتیم بودن، آواره بودن
برداشته و حالا ملکه کرده است. بنابراین میدانست که خدا هدف مخصوصی در زندگی او داشته که او را به ملکه بودن رسانیده. بنابراین پیغام میفرسته که ای مردخای، من حاضرم این کار را بکنم، ولی اول برو همه یهودیان شهر شوش را جمع کن، همه روزه بگیرن و من هم روزه میگیرم و در روز سوم پس از روزه گرفتن پیش پادشاه میرم و هر چه پیش آمد خوش آمد. دوستان، خدا از راه‌های مختلف در پنهان کارهایی میکنه و اتفاقاتی پیش میاره که همه چیز رو برای استر آماده میکنه و استر موفق میشه که به حضور پادشاه بره و نه فقط آن، بلکه قلب پادشاه را نرم ساخته و آزادی قوم خود را تضمین میکنه. و هامان مغرور نیز به سزای خود میرسه و یهودیان در سرتاسر هخامنشی که انتظار مرگ خود رو میکشیدن و در ترس و ناراحتی و اندوه و غم زندگی میکردن، وقتی متوجه میشوند که چگونه خدا به خاطر استر به آنها لطف کرده، شروع به شادی و سرور پرداخته و خداوند را شکر و سپاس میگویند. خداوند آنان را به وسیله استر نجات میدهد، و یا بهتر بگوییم خدا استر را که یک دختر یتیم و محقر بود، یک دختر غریب بود، برمیگزیند و به مقام ملکه‌ای میرسونه تا در روز معین جان یهودیان بیشماری رو نجات بدهد. مردم وقتی این اتفاقات رو میبینن متوجه قدرت خدا یکتا میشن و کتاب میگوید گروه زیادی از طایفه ها و امت های مختلف به یهودیت که در آن زمان یگانه مذهب یکتاپرستی بود روی میآورند. این مطلب در 8 فصل اول کتاب استر ذکر شده که به طور مفصل آیات را در برنامه‌های گذشته براتون خواندم. حالا توجه شما را به فصل 9 و 10 که پایان بخش کتاب استر است جلب می‌کنم که امیدوارم شما از این واقعه تاریخی الهام گرفته و متوجه خدا شده باشید. باز یادآوری می‌کنم مقصود از این که گروه زیادی به مذهب یهودیت روی آوردن این نبود که آمدن رسومات یهودی را پذیرفتند، بلکه به یهوه خدای یکتا، خدایی که یهودی‌ها او را می‌پرستیدند، ایمان آوردند، چون در آن زمان ایرانی‌ها به یک خدای واحد و قادر مطلق خالق آسمان و زمین هنوز ایمان نداشتند. بنابراین استر عاملی میشه که گروه زیادی نیز به سوی خدای یکتا روی بیاورند. آری دوست من، اگر خدای یکتا از یک دختر فقیر و یتیم میتونه چنین کارهای عظیمی رو انجام بده، او رو برای چنین کارهای بزرگی به کار ببره، امروز نیز مطمئن باشید خداوند میتونه من و شما را برای کارهای خودش به کار ببره. کارهایی که شاید از نظر ما مهم نباشه، ولی کارهایی است که در ملکوت خدا لازم و مفیده. آری خداوند میتونه امروز ما را عاملی بگردانه که باعث برکت و خیر دیگران باشیم، اگر ما هم خود را به او تسلیم کرده و اجازه بدهیم خدا ما را به کار ببره. حالا توجهمون رو به آیات فصل 9 و 10 از کتاب استر میکنیم. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. فصل 9 درباره جشن فوریم و یا سرور و شادی یهودیان میباشه که نه فقط جانشون از مرگ نجات پیدا میکنه، بلکه انتقام خود رو از دست دشمنان میگیرن. فوریم به عنوان قرعه میباشه. به 4 آیه اول توجه کنید. میگوید و در روز 13 ماه آذر، هنگامی که نزدیک شد که حکم و فرمان پادشاه را جاری سازند و دشمنان یهود منتظر می بودند که بر ایشان استیلا یابند، این امر برعکس شد که یهودیان بر دشمنان خیش استیلا یافتند و یهودیها در شهرهای خود در همه ولایت‌های اخشورش پادشاه جمع شدند تا بر آنانی که قصد اذیت ایشان داشتند دست بیندازند و کسی با ایشان مقاومت ننمود، زیرا که ترس ایشان بر همه قومها مستولی شده بود. و جمیع رؤسای ولایت‌ها و امیران و والیان و عاملان پادشاه یهودیان را اعانت کردند، زیرا که ترس مردخای بر ایشان مستولی شده بود، چون که مردخای آنن فانن بزرگتر میشد. دوستان، در این آیات میگوید مردمی که منتظر بودن یهودیان را بکشند، اونانی که از فرمان هامان خوشحال بودن و روز شماری میکنن که نفرت خود را بر یهودیان با کشتنشون آشکار کنه و مالشون رو تصاحب کنن، خودشون با مرگ روبرو میشن. موضوع عوض میشه. حالا خودشون در خطر بودن. چرا؟ چون نه فقط هامان وزیر که آن حکم را صادر کرده بود به قتل رسیده بود و نه فقط آن حکم پادشاه هم باطل شده بود، بلکه حکم جدیدی
مبنی بر دفاع و حمایت از یهودیان صادر شده بود و بدین وسیله آن حکمی که یهودی ها بایستی کشته بشن باطل میشه. حالا مردخای یهودی، آن کسی که محکوم به مرگ شده بود، به جای هامان به مقام وزیر رسیده بود و مهر پادشاه را در اختیار داشت و حکم او حکم پادشاه محسوب میشد. یهودیان وقتی این رو دیدن فرصتی پیدا کردند که از دشمنان خود انتقام بگیرند. آنها مدت 1 سال بود در هراس و نگرانی و ترس زندگی میکردند، ولی حالا از آن آزاد شدند، به طوری که اعضای 4 درباره انتقام گیری قوم یهود از دشمنانشون صحبت میکنه و اولین کاری که میکنن اینه که میان پسران هامان رو به قتل میرسونن و سرانجام حدود 77,000 نفر از مغضبان خود رو، از دشمنان خود رو میکشن. کتاب مقدس میگوید سرانجام از دشمنان خود یا آرامی یافتند، ولی دست خود را به تاراج مال آنان نگشادند. یعنی حق را به حقدار رساندن ولی مالشون رو حرام نکردن، غارت نکردن. از آیه 17 میبینیم آن روزی که از طرف هامان نخست وزیر برگزیده شده بود تا همه یهودیان قتل عام بشوند، تبدیل به روز شادی و جشن بزرگی برای یهودی ها میشه. این در روز 13 ماه اول آذر واقع شد و در روز 14 آرامی یافتند و آن را روز بزم و شادمانی نگاه داشتند و یهودیانی که در شهر شوش بودند در 13 و 14 آن ماه جمع شدند و در روز 15 آن ماه نیز آرامی یافتند و آن روز بزم و شادمانی نگاه داشتند. بنابراین یهودیانی که دهاتایی که در دهات بی‌حصار ساکن بودند روز 14 آذر ماه را روز شادمانی و بزم و روز خوش نگاه می‌دارند و هدایا برای یکدیگر می‌فرستند. یعنی آنها این 2 روزی که قرار بود همه کشته بشن حالا به روز جشن شادی انتخاب میکنن که هر سال از آن جشن یاد میآورند و خدا را به خاطر محبت و کرمش شکر میکنند. از آیه 20 براتون میخونم. میگوید و مردخای این مطالب را نوشته مکتوبات را نزد تمامی یهودیانی که در همه ولایت‌های اخشورش پادشاه بودند از نزدیک و دور فرستاد تا برایشان فریضه بگذارد که روز 14 و روز 15 ماه آذر را سال به سال عید بگیرم. ببینید حالا مکتوب دوم را مردخای می‌نویسه. فراموش نکنید مردخای اکنون به عنوان نخست وزیر هخامنشی فعالیت می‌کرد. این مکتوب برای یهودیانه که یهودیان هر سال در سال 14 و 15 ماه آذر را به عنوان سال سپاس و تشکر، روزهای تشکر از خدا جشن می‌گیرید. به طوری که می‌گوید چون که در آن روزها یهودیان از دشمنان خود آرامی یافتند و در آن ماه غم ایشان به شادی و ماتم ایشان به روز خوش مبدل گردید. لذا آنها را روزهای بزم و شادی نگاه بدارید و هدایا برای یکدیگر و بخشش‌ها برای فقیران بفرستید. پس یهودیان آنچه را که خود به عمل نمودن آن شروع کرده بودند و آنچه را که مردخای به ایشان نوشته بود برای خود فریضه ساختند، زیرا که هامان دشمن تمام قوم یهود قصد هلاک نمودن آنها را کرده بود و فور به معنی قرعه برای هلاکت و تلف نمودن ایشان انداخته بود. از این جهت آن روزها را از اسم فور فوریم نامیدند و موافق تمامی مطالب این مکتوبات و آنچه که خود ایشان در این امر دیده بودند و آنچه که بر ایشان وارد آمده بود، یهودیان این را فریضه ساختند و آن را بر ذمه خود و ذریت خیش و همه کسانی که به ایشان ملصق شوند گرفتند که تبدیل نشود و آن 2 روز را بر حسب کتابت آنها و زمان معین آنها سال به سال نگاه دارند و این روزهای فوریم از میان یهود منسوخ نشود و یادگاری آنها از ذریت ایشان نابود نگردد. و استر ملکه و مردخای این را با اقتدار تمام نوشتند تا این مراسل دوم درباره فوریم برقرار نمایند و مکتوبات مشتمل بر سخنان سلامتی و امنیت نزد جمیع یهودیانی که در 127 ولایت مملکت اخشورش بودند فرستاد تا این 2 روز فوریم را در زمان معین آنها قرار دهند، چنان که مردخای یهودی و استر ملکه برایشان فریضه قرار دادند و ایشان آن را بر ذمه خود و ذریت خیش گرفتند به یادگاری ایام روزه و تضرع ایشان. مقصود این آیات اینه که وقتی یهودی‌ها
از دشمنان خودشون آرامی یافتند، مطابق خواست استر و مردخای تصمیم گرفتند که هر سال آن روز را بیاد بوده آنچه که قرار بود به سرشون بیاد، ولی به لطف پروردگار کاملا برعکس شد، به خاطر بیاورند و با جشن و سرور خدای یکتا را به خاطر کرمش نسبت به آنها شکر سپاس گفته و عبادت کنند. مردخای و استر اکنون صاحب قدرت و نفوذ فراوانی در حکومت هخامنشی بودند. این دو نفر بودند که سبب شدند قوم یهود را از یک کشتار بیرحمانه برهانند. آنها بودند که روزه گرفتند و به درگاه خدا گریه و ماتم نمودند و حالا خودشون شاهد معجزه قدرت خدا بودند. خودشون شاهد بودند که خداوند جواب دعای آنها را داده. آنها قدرت خدا را احساس کردند، زیرا به خوبی واقف بودند که هیچ وقت با قدرت و حکمت خودشون نمیتونستند قانون پادشاه را عوض کنند. آنها مرگ خود را حتمی میدانستند و راه فراری هم برای خودشون نمیدیدند. اما خداوند از پنهانی از آنها حمایت میکرد. خداوند در پنهانی مواظبشون بود. از رحمانیت خدا، از فیض خدا بهره‌مند شدند، زیرا به خاطر رحمانیت و فیض خدا بود که زندگی خود را باز یافتند. بنابراین حالا جای ستایش و شکرگزاری بود. حالا میخوان این معجزه و این واقعه را همیشه در ذهن خود و یهودیان و نسل آینده نگاه بدارند تا به نسل‌های آینده نیز بگویند که چگونه خداوند به داد آنها رسیده و این معجزه به وقوع پیوسته. و دوستان، از همان موقع، یعنی در حدود 2700 سال پیش تا به امروز، هنوز یهودیان عید فوریم را جشن میگیرند که فوریم به معنی قرعه می باشه، قرعه‌ای که هامان برای مرگ یهودی ها انداخته بود. فصل دهم نشانگر لطف و قدرت خدا بر مردخای یهودی که حاضر شد از فرمان خداوند اطاعت کنه و در برابر هامان وزیر سجده نکنه و ثمره آن را ببیند. فصل 10 شامل چند آیه است که براتون الان میخونم. میفرماید: و اخشورش پادشاه بر زمینها و جزایر دریا جزیه گذارد و جمیع اعمال قوت و توانایی او و تفصیل عظمت مردخای که چگونه پادشاه او را معظم ساخت، آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان ماد و فارس مکتوب نیست؟ زیرا که مردخای یهودی بعد از اخشورش پادشاه شخص دوم بود و در میان یهود محترم و نزد جمعیت برادران خیش مقبول شده سعادتمندی قوم خیش را می‌طلبید و برای تمامی ابنای جنس خود سخنان صلح آمیز می‌گفت. و دوستان عزیز، با این آیات مطالعه کتاب استر را نیز به پایان می‌رسونیم. همونطوری که عرض کردم، در لوحه‌هایی که در شهر شوش به دست آمده و امروز در موزه بریتانیا قرار دارد، ما از مقام اخشورش پادشاه و جلال و بزرگی امپراتوری هخامنشی میتونیم مطالب بسیاری رو به دست بیاوریم. از جمله در آنها ما با نام مردخای و استر که نامشون در این لوحه‌ها ثبت شده است روبرو میشویم و همونطور که عرض کردم در کتیبه‌های باستانی که در دل کوه بیستون نیز حاکی شده است نام استر را نیز میتوان یافت. اگرچه در اینجا از مرگ استر چیزی نمیگوید، زیرا مردخای خودش این کتاب تاریخی رو نوشته، ولی احتمال دارد که پس از چند سال در تابستان او نیز از این جهان می رود، زیرا همدان پایتخت تابستانی هخامنشی بود و مردخای و استر در شهر همدان دفن شدند و آرامگاه او نیز امروز زیارتگاه عاشقان خداوند می باشد. نه فقط مدرکی است بر حقانیت این داستان، بلکه ثابت کننده قدرت خدا در زندگی کسانی که به او توکل می‌کنند. بله دوست من، خداوند قوم یهود را به وسیله یک دختر یتیم و به وسیله تغییراتی که در زندگی این دختر به وجود می‌آورد نجات می‌بخشه، زیرا خدا خدای حیات بخشه، خدای نجات دهنده است و او همان کاری که قبلا کرده بود امروز نیز می‌کنه. همان کاری که برای مردم یهود در زمان هخامنشی کرد امروز برای من و شما می‌کنه. اما متاسفانه بسیاری از یهودی‌های زمان هخامنشی که توجهی به دعوت خدا نداشتند، امروز نیز مثل آن بسیاری از مردم توجه به دعوت حیات بخش خدا رو ندارند و اهمیتی به گفتار خدا و تعلیمات خدا نمیدهند. در حالی که امروز نیز خداوند از ما دعوت میکنه که بیاییم و از حیات جاودان برخوردار شویم. اجازه میخوام که با این آیه انجیل از شما خداحافظی کنم، به این امید که شما حقانیت خدا را بیابید و به دعوت خدا لبیک بگویید.
عیسی مسیح می‌فرماید زیرا خدا مرا در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کنم، بلکه تا جهان به وسیله من نجات یابد. یا من آمدم تا گناهکاران را بجویم و حیات ببخشم. دوست من، آیا خود را از خدا دور می‌دونی؟ آیا احساس می‌کنی که گناهکارید و نیازمند بخشش؟ آیا تشنه آب حیات و زندگی جاوید هستید؟ عیسی مسیح میگوید من آمدم تا این حیات ابدی، زندگی جاوید را به شما عطا کنم، بخشش گناه را به شما بدهم. خوشبخت کسی است که پسر خدا را در قلب خود میپذیرد. خوشبخت کسی است که منجی حق عیسی مسیح را به زندگی خود راه میدهد و از او پیروی میکند، زیرا صاحب حیات جاودان خواهد شد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که پیام مسیح رو به خاطر داشته باشید. اگر محتاج بخشش هستید، اگر نیازمند به خداوند هستید و میخواهید با خدا رابطه نزدیکی داشته باشید، دوست من، فقط عیسی مسیح زنده میتوند امروز شما را کمک کنه، چون اوست یگانه منجی عالم که اکنون در حضور خداست و میتونه برای ما شفاعت کند. مسیح زنده یار و پشت و پناهتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می‌کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.